امروز زندگیمو دادم دست چت جی پی تی. ببین آخرش چی شد. امروز یکی از روزایی بود که برخلاف روزای دیگه از هفتم خیلی دیر بیدار شدم، چرا که دیروز خیلی دیر خوابیدم. و اینکه الان رسما ساعت 12 ظهره و من تازه روزم شروع کردم. گفتم این وسط ویدیو من بگیرم و اون ایده‌ای که داشتم پیاده بکنم. امروز موضوع خیلی باحالی رو داریم. قراره که من یه روز با چیزایی که چت جی پی تی بهم میگه، هوش مصنوعی بهم میگه زندگی بکنم. یعنی یک روز اون چیزی که دقیقا اون میگه رو من زندگی بکنم. امروزم توی یه مودیم که دوست دارم خیلی ریلکس و آروم باشه زندگی. حس میکنم این ویدیویی که قراره در ادامه بگیرم و ببینی یه ویدیویی باشه که خیلی حس خوب، آرامش و ریلکسی رو بهت بده. واسه همین اگه دنبال این حس و حال خوبی بهت پیشنهاد میدم که در ادامه ویدیو همراه من باشی. بچه ها اون پنکیک هم تقریبا میشه کیک تور گفت. گذاشتم روی گاز، اومدم یه چیزی بهتون یاد بدم شاید شما حال کنین باش. یکم به جای شکر توش از این شکرهای کم کالری میریزم، استویا ندارم اون بهتره. بعد یکم هم توش بربری میریزم و اینکه اینا رو همه رو با هم دیگه میذارم بربریا خیس بخوره مثلا تو چای. اینقدر خوشمزه میشه که نگو. یعنی من خیلی دوستش دارم. تو هم امتحان کن که دوست داشتی حتما توی کامنت ها بهم بگو. اینا الان ریختم، اینو بربریا رو و اینطوری خیلی حال میده. یه چند ثانیه میذارم خیس بخوره. بعد اینو دونه اینطوری با قاش خیلی خوبه. خب من تو حجم خیلی زیادی از این کتابه رو خوندم و به نظرم خیلی باحاله. کتاب بیگانه از آلبر کاموه. چون زیاد اهل کتاب نیستم ترجیحم نبود، بیشتر دوست دارم پادکست گوش بدم. ولی الان که دیگه این چت جی پی تی هم گفته بود دیگه گفتم بیام اینو شروع کنم و اینا. احتمالاً کتابای دیگه هم از این نویسنده رو بخونم. تو خوندی شالا اینو؟ اگه که کتابای دیگه از این نویسنده خوندی حتما توی کامنت ها بهم بگو که بعد این بخونم. میخوام با تو جای بشینم یا که ازت خوابی ببینم، بدون تو خالی این شهر، میدونی منم جایی که میرم. من حقیقتا ناراحتم که اینقدر اینو دیر شروع کردم. دیر بهش علاقه‌مند شدم. خیلی خفنه. وای یعنی کلا دوش یه طرف، دوشایی که قبل خواب میگیری یه طرف. واقعا اصلا من هر وقت که معمولا شبا دوش میگیرم و حالا این سری هم که خود چت جی پی تی انگار میدونست مثلا برنامه‌ام به چه صورته، برنامه دوشم آخر شب داد. اصلا آدم بدنش یه جوری ریلکس میشه که خدا میدونه، الله اعلم. یکم تونرم زدم بعد از اینکه جذب شد. من برم سراغ ماسک. از ماسک چیزای زیادی دارم، آپشن‌های مختلفی برای ماسک دارم. ببین از بین این برند من 2 ماسک، یکی کلاژنشو دارم، یکی کیویشو. 2 دیگه هم که جایی خریده بودم اینا بودش برای نیودرم. یکی انارشو گرفتم و رزبریشو.
به پوستم میخوردن و چیزایی که مثلا دوست داشتم و اینا رو میخواستم توشون داشتم. حالا چون اینو هفته پیش زده بودم اینو این هفته اول هفته، تصمیمم اینه که احتمالا یا اینو بزنم یا اینو. انتخابم این رزبری است چرا که یکم ذوق اینم دارم، احتمالا همینو میزنم. آره این یکم بمونه، تونر روی در واقع صورتم یکم جذب بشه 1-2 دقیقه، بعد میرم سر این. بحثم اصلا ماسک میذارم حالم خوبه، خیلی حال میده. پوست آدم دیدی یخ میزنه، چه حس خوبیه. در مورد این امروزی که داشتم میخوام بگم نتیجه گیری کنم، واقعا این آرامشه و ریلکسی که تو بعد یک هفته شلوغ کاری داری به نظرم خیلی میتونه توی بازدهی و عملکرد بهترت به مرور بهت کمک بکنه. و به نظرم این روزی که من امروز تجربه کردم خیلی خیلی برام نیاز بود. واقعا ممنون از پیشنهادایی که دادش و حس میکنم دوست دارم هر هفته یه روز رو اینطوری حداقل بگذرونم. واقعا خیلی حالم خوبه و الان با یه اعصاب راحتی دارم میرم بخوابم که اصلا خدا میدونه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی. اگه که به این سبک ویدیوها علاقه داری حتما چنلم رو سابسکرایب کن. اگه این ویدیو بهت حتی اینقدر حس خوبی داد حتما لایک رو بزن و هر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتی حتما برای اون زیر کامنت بذار. خدا نگهدارتون، بعدم میایم پیشتون.